کن بینندگان کانال یوتیوب دکتر طاهری، اولا من همه شما رو دوست می‌دارم. با فرارسی سال نو سال 2024 تمام مردم کره زمین را تبریک میکنم. میخواهم که در فضای ما در زمین خانه همه ما شما کره زمین همه وقت آسمان صاف باشد، همه وقت طبیعت شکوفان و خندان باشد، انسان ها هم همه وقت معامله خوش در بین آدم ها باشد و عمر دراز پربرکت میخواهم مختصر بعضی توصیاتی هم که شما استفاده برید و کمتر بیمار شوید. البته بیماری به واسطه از خود انسان وابسته، یکمش از فکری وقتی که وای فکر می‌رورد که من بیمار میشم اینجا در میکنم، در همون حالت علاقه همون بیماری پیدا میشه. وقتی که من در مرکز کاردیولوژی شهر دوشنبه کار میکردم، یک جوانی با بیماری کاردیونوروز یعنی عصب خستگی بود و ما جای نداشتیم، در قطار بیماری‌های سکته دل جای کردیم. و روز اول فقط شکایت میکرد که دلم سیخ میزند، ناراحت خواب میکنم و دلم بعضا تیز میزند. البته در روز دوم از اون بیمارها شنید که چقدر سکته دل چقدر نشانه ها دارد. این البته همون نشانه ها در همین پیدا شد که در قفسه سینه درد سخت، درد کفتو میتید، شانه رو میتید، ترس پیدا میشد. این یعنی با واسطه سخن، اینه یاترگینی میگن، با واسطه یکدیگر آدم ها از همون سخن ها در خودشون بیماری با وجود میبیارن. برای همین باید که شما مولتر رو بیارید به کتاب خواندن. بیهوده پرزیدنت ما امروز مسئله کتابخانه نداشتم. فروغ صبح دانایی کتاب است. هر چقدر مردم سوادناک باشد، حتی در پیام دیروزه جناب عالی گفتن که مردم سوادناک کردن در کار و سوادناک در ساحه طب. مرحمت کانال ما برای شما آماده است. تمام مصلحت‌های طب که شما سالم باشید، عمر دراز بینید. دراز عمری سالمی در دست خود شما، در دست طبیعت، در دست خدا و محیط گرد اطراف است. به همه شما من صحت، سلامتی، عمر دراز، برای کار، بخت و اقبال تمنا دارم. سلامت باشید.